سلام علیکم عزیز. بنده سلامت خانم شما باشید. امروز با یک تا ویدیو تماشا کردم میگه که در چیش تماشا بینش مراجعه میکنه که در این کامنتاری یگون چی نیست میگه یا لایک میگه دلچرمونه میگه تو همون چیز ما فعالیت ما زیاد شد. ما در شما چند بار گفتم یکی هیچ کس لایک نمیمونه در اون کامنتاری میگه مونین لایک میگه میگه خیلی میکنن کو دستشون دیزلایک خیلی میگه یا که گل روی میکنه یکیش میگه روی کنه میگه یا که نویسه میگه خب تر سوال جواب میگه که کامنتاری چقدر میگه بسیار روشن قدر همون چیز پیشروی دید به نظر گرفته میشد. لیکن به شما گفتنیم که چرا شما نمی نویسین یگان سخن ما به شما میگه پای کنی گویم میگه پود در شما همی فکر دکالاتان هسته مثل من که شما رولی نمیدونه شما کی هستین تماشا میکنین مثل کانالی مره شاید شما فکر کنین که معلمه را بیایم کشتنیان که برام کشنش خلاص شما دیگه برآمد نکنه. شاید این فکر دسته بعضی تماشابینا باشه بیایم میگه معلمه را خطلش دادگیان که تو مردن شایگان روز گپ میزنه پل چی در کره کامنتاری چی در کره که مثل که فعال شوه میمره خلاص میشیم. بعضیتون هم خیلی فکر میکنین بله از کامنتاری نویسگی شما با خبر هستم که همه انسان ها هستن که میره تماشا میکنن. بعضیتون ممکن که میگه که زن است بس کنه ما نمیمونیم لایک نمینویسیم چی نروا پیش نروا چیزش همین کانالش سایتش دفع میشه میره یه روز نه یه روز نیست میشه چی یک قسمتون خیلی اینم از کامنتاری نویسگی اتون گفتم من پیش خدمت گفتی توجیه که فولبین چی نیستم من کامنتاری اتون گفتم که میگن انسان ها بالا می نویسن زبالکر کداگی ما آدماره انا قسم دیگری اتون که نمی نویسین میترسین میدونین چی میترسین که لایک مونی ما دا گپ میرسه ایسوس ما به شما گفتنیم که من تاجیکستان 2 مرتبه رفتم اومدگیم 2022 2025 یک تا با پیش از اینکه دیپلم من دیپلم SSR من وقت SSR را خواندگیم دیپلم من سودان مو وقت SSR فرستادگیم دیپلم من در روسیه قبول است در تاجیکستان هم قبول است کار کرده میتونم دیپلم سودانی اسلامی فهمیدین من با 2025 گرفتگی بودم با دکانی دانشگاه اسلامی من رفتم آخری کردم گفتن که ما شما قبول میکنیم که ما واکانسی نداریم از سال آینده گفتن بیاین ایون به ایول ما شما رو میکنیم قبول میکنیم داکیومنتاتون رو مثال کنین قبول نترسین از اون که ما در خارج خوندگیم یگان چی نه الحمدلله که ما گفتی و تاجیکو که یک گپی چی داریم که تر نیست یگان جوی من یخی میگن که آدم قفوشتره تگشتره چه ما هم اینجا قوق الحمدلله اگر ای ترسین ما ای طرفش به چی باشین به تشویش باشین فهمیدین حتی مرا دمی کازان گفتن که بیا در دانشگاه ما خون داخلش غایبانه در دانشگاه ما کار که لیکن من کازان نتونستم در اومدن خانه کار کردن برای اینکه سومش وزنین یک سالش 80,000 فهمیدین نتونستم گفتم نه نمیشه گفتم یا 40,000 بود نه خطا کردم یا 80 یکی بلی کلان من گفتم نمیتونم داخلش گفتن که داخلش ما کار میگیریم شما دیپلمی سودان قاطی فهمیدین کازاندا دا اوفام دعوت کردن یکی اوفا نسریوزنی آدم بودن من خدمت کس کردم آدم اوفره کازان برای سوم نتونستم تاجیکستان رفتم گفتن که وکانسی داره برای این نترسین با حاضر چی میگن چطور نیستین کامنتاری دادین گفتیم تاجیکا لایکاتون مونین نترسین ما آدم خوفناک نیستم دیگون چی میگن خطر دیگون جو نیستم ببینید برای همین فکرین در فکر پیشروی یک زنی مسلمان باشین آخی شما در فکر من نباشید من در فکر شما هستم که نه از حیات پدر و مادرم برای شما نمونه میارم از حیات پیغمبر و صحابه برای شما نمونه میارم از حیات خودم برای شما قسم میکنم که یگان چی به شخص منفیت گیرین مثال هسته در برای مثال توبه کردن بیماری مثل یگان سخنی ناجور برای شما گم نمیزنم لیکن از طرف شما نیست یگان حرکت من این طرف حرکت کردیستم لیکن این طرف شما حرکت نیست لیکن من خشتبارم چند تا نزدیکم گفتن که نکنه میره و خاکی سوم که به دست نمیاره چی به میکنی گفتن طرف من به سوم چی به کار میکنی گفتن خشتبارم یا گفتم میکنم چی به نمیکردم برای خلق وطنم با خدمت کنم دیگه جو که نباشیم
خدمت به خلق وطن باید کنیم. اخصوم به دست نمیاری. چی گفتن خط غم میتی بهده چی میگن خودت صرف میکنیم. این خیلی گفتن انا بود جان مرا گفت که انا یه روز تو میقپن میبرن میکشن تا بعد امو یوتیوب دیگه میخوانم مسخره میکنن شما همیشه اما آدمایی که نیستن کو برین دفشین کمپیره کد خونه بشین همونو بعد همین فکر دارن البته که جیانش ایگه پا گفتگه بیو هیچ ننویسن هیچ کسی نمینویسیم لایک پک نمیمونیم چی برا دفش عملی ما یوتیوب آخه انسان چی میگن حیات و مرد به خاصی الله تعالی میشه به خاصی بنداش نمیشه که میبره میکشیم شه تمام خلاص میشیم این خیلی نیست به خاص انسان نمیشه حیات یک انسان در دست یک انسان دیگر نیست حیات ما در نزد خداوند است وقتی که هوادار نس نواسه برادری مرا به قتل در آمدن به قتل رسوندن همونجا ما فکر کردیم که ما هم میمریم ما را میکشن لیکن عمری ما با باقیمون کنم نمردیم کدام ساعت دادم دقیقه که برادری مرا به قتل رسوندن هم کسی و بچه‌ای که بودن با امروز شوهرم به قتل رسوندن فکرش خیلی گوشه برنده دست بودن لیکن برادری ما به قتل رسوندن شده که ما زنده مونیم ساعت روزی ما که بود میشد همونجا ما را میکشتن عمیق قگپو آدم‌ها دیگه مرا نمیدیدن نمیشناختن که من کی هستم چی هستم لیکن خواستی خداوند است که تو یه روز ما زنده مونم برایشون با یک چیز فایده‌ور میرسونم شما یک کاری کنید که با ما فایده رسیده حیاتی ما پیش روی شه بخیل نکنیم بخیل در قرآن گفته که بخیل عذابش سخت در از خیمه فهمیده بخیل آدم اگر شما که مثلا که سبب پیشروی این سایتی من شوه کن مثلا کسی از شما اگر که کامنتری سخنای خوب نویسین شما هم در ثواب چی میشین همراه میشین این به شما گفتن که من چگونه انسان هستم من انسانی هستم که در یگان جا خوشموش در یگان جا نیستم ان شاء الله من آزاد تاجیکستان وطن میرم بیام من گفتم که شما داینه 2020 رفته بودم تاجیکستان بودم وزارت چی بودم تندرستی رفتم وزارت چی میگن دانشگاه ها رفتم مکتب ها رفتم برای کار گفتن که از این سال بیاین ایون ما دیپلم معلمگی هم دارم که تاجیکستان خوندگی زبان انگلیسی معلم در مکتب کار کردم مکتب 8 طرفی سومایکام اینجا من معلم کار کردم صنف روسی تاجیکی درس میدم خب الان کن بعد دیپلم یعنی سودانی رفتم دانشگاه اسلامی گفتن که جونیس ای سال بیا معلم مدرسه ani diplomi tibim qati kor neyaftastam nadayet tojikiston gفتن که ای سال بیاین مکانسی نیست همشون ای سال گفتن مکتب میهنه هم دانشگاه اسلامی هم ای وزارت تندرستی هم رفتم خیلی گفتم طرف من ولی شما اگه تو دنیا با امید تو مو ایول میسو که من یگون سوپل کار کنم امی یوتیوب که راه شود تاجیکستان وطن را و خیش کستون سوم نگفت که عمر بگه بو معلم طالباندگی دیگه گذاشته من طالباندگی نکردم هیچ کس سوم نپرسیدم لیکن برای خدمتم از شما خواهش کرده استادم که همین کار کنین چی بکنی نمیکنین شما میدونم آخه برای چی نمیکنین برای که زن مغز نمیبینن جنسی زن میگه برای من نکنن جنسی زن میگه برو در خونه بشینن آخه زنهایی که در خونه میخوام میشینن مشتگی هستن کسی که میخواد شینه اوش روششتن خسته از زنهایی که میخوان که تربیت تعلیم گیرن در منفیت چی میگن در جمعیت کار فعالیت کنن اینا رو خدا نفرده که برای کار فعالیت در جمعیت باید چی کنن سهم خودشون گذارن من خدا نمیخوام فردگی هیچ انسان پیش خودش نمیخواد یک جبران تعلیم گیره و مثلا علم میگیره الله تعالی قوت میتیش مثلا میخواد با امر خداوند میره علم میگیره من خداوند همین علم دیگه ما باید با آدم رسون لیکن شما رو میخواین نمیخواین ما به خاطر الله تعالی ایره بهش مقدسم همین ویدیو را لیکن من خشتور میگم که پاکی نمیگیرید چخت به وقت به صرف میکنید سر تویرا میکنید قطعی و تماشا ببینید نکم میکنه نه که به خاطر الله تعالی شما ویدیو کردیم اونم که یک از شما یک جدا یک چیز میفهمه یک چیز منفعت میگیرین یکی از جانب شما انتظارم نمیدونم که طرف شما یک از لایک میمونه یک از یک کار میکنه که من چی میگن سایت میاد پیش رو من ندارم از شما خب